تو 16 مارس 1984 حوالی ساعت 9:30 شب پدری به خاطر عشق به فرزندش در تلاش برای گرفتن انتقام پسرشه. دلیلی که این مرد دست به همچین اقدامی زده باعث میشه تا از خودتون بپرسید برای کسی که دوستش دارم حاضرم چه کارهایی انجام بدم. من آرما هستم و خیلی خوش اومدید به پرونده جودی پلاوچه. راستش به نظرم قاتل این پرونده آدم خوبیه. تو ادامه ماجرا متوجه حرفم میشید. ماجرا برمیگرده به ایالت لوئیزیانا به شهر باتون روژ. زمانی که جودی پلاوچه 10 ساله پسر گری پلاوچه به یک کلاس کاراته محلی میره که باعث میشه با جف دوست آشنا بشه. جف دوست یه معلم کاراته محبوب توی اون شهر بود و به نظر همه اون آدم خوب و قابل اعتمادی میومد. جف با جودی و خانواده‌اش رابطه خوبی برقرار کرده بود و با پدر جودی یعنی گری هم دوست شده بود و حتی چندین بار هم به خونه اونا دعوت شده بود و به اونجا رفت و آمد داشت. همه چیز به نظر خوب میرسید. جودی تو کاراته موفق بود و چند تا جایزه مختلف هم تو مسابقه‌های مختلف برنده شده بود. دیدن جودی توی اون شرایط برای پدر و مادرش گری و جون حسابی دلگرم کننده بود. چون اونا تصمیم داشتن که از هم جدا بشن و نگران این بودن که این اتفاق ممکنه چه تأثیراتی روی جودی و بقیه بچه‌ها بذاره. اونا فکر می‌کردن که جف به جودی کمک می‌کنه اما هیچ ایده‌ای در رابطه با کاری که جف میتونه انجام بده نداشتن. جف کم کم خودش رو به جودی نزدیکتر میکرد. با هر لمس، با هر تماس فیزیکی سعی داشت تا حد و مرزهای جودی رو بسنجه و بفهمه که تا کجا میتونه جلو بره. جف تو مدت ارتباط طولانی که با جودی داشت همه این حد و مرزها رو هم با جودی و هم با خانواده‌اش امتحان کرده بود و کم کم اعتماد اونا رو به دست آورده بود. تو 19 فوریه 1984 جف به خونه پدر و مادر جودی رفت و بعد از مدتی که اونجا بود از گری و جون درخواست کرد تا اجازه بدن جودی رو با خودش به خونش ببره تا فرشی که تازه گرفته بود رو بهش نشون بده. جون مادر جودی هیچ دلیلی ندید که جواب منفی بده و پسرش رو توی خونه نگه داره. پس اجازه داد تا جودی 10 ساله با جف دوست 25 ساله بره و تا غروب برگرده. هرچی نباشه خب اون دوست خانوادگیشون جف بود و کاملا بهش اعتماد داشتن و به هیچ عنوان حتی به سرشون هم نمیزد که جف ممکنه نیت بدی داشته باشه. چند ساعت گذشت، هوا کم کم تاریک شد و جون دید که پسرش هنوز برنگشته. پس با نگرانی و عصبانیت به دوستا و آشناها و هر کسی که میتونست زنگ زد تا اون دوتا رو پیدا کنه، اما فایده ای نداشت. پسرش و مربی کاراته‌اش انگار که آب شده بودن و رفته بودن تو زمین. خانواده جودی خبر ناپدید شدن این 2 نفر رو گزارش دادن و بعد پلیس در حال گشتن به دنبال اونا بود. حدوداً یه هفته گذشت تا یه تماس تلفنی دریافت شد. جون تلفن رو برداشت و دید که جودی پشت خطه. جف تلفن رو از جودی گرفت و خودش با جون حرف زد و بهش گفت که اگه میخواد جودی رو ببینه باید به همراه بقیه بچه‌هاش به یه موتل تو کالیفرنیا بره تا اونجا همو ببینن. اما جف خبر نداشت که تلفن خونه جون توسط FBI داره شنود میشه. جف جودی رو به کالیفرنیا برده بود، کلا برده بودتش به یه ایالت دیگه و توی موتلی که نزدیک دیزنیلند هستش مونده بودن. جف حتی موهای جودی رو مشکی کرده بود و به همه میگفت که اون پسرشه. مامورا زود به اون موتل رفتن و جف رو دستگیر کردن و جودی هم خیلی زود پیش پدر و مادرش برگشت. وقتی که گری پدر جودی فهمید که جف تو اون موتل با پسرش چه کارهایی انجام داده و چه بلایی سرش آورده، حسابی عصبانی شد و نمیتونست دیگه از فکر این اتفاق بیرون بیاد. خب حقم داره، هرچی نباشه جودی پسرشه، اما به نظر میومد کاری از دستش بر نمیاد. 25 روز بعد از اون تماس و دستگیر شدن جف، یعنی تو 16 مارس 1984 تصمیم میگیرن که جف رو با هواپیما به شهر خودش برگردونن و اونجا کارهای قانونی و محاکمش رو انجام بدن. و خب مطمئناً این خبر رو به خانواده پلاوچه هم دادن و اونا رو مطلع کردن. این دقیقاً همون فرصتیه که گری منتظرشه تا عدالتی که دنبالش هستش رو اجرا کنه، تا خشم و عصبانیتی که به خاطر پسرش درونش بود رو خالی کنه و انتقام جودی رو بگیره. پرواز جف ساعت 9:08 شب تو فرودگاه باتون روژ نشست. جف به همراه یه تیم امنیتی در حال رد شدن از فرودگاه بود.
دستاش رو بسته بودن و یه لبخند ملیح هم روی صورتش بود. خبرنگارا هم زود خودشون رو رسونده بودن تا بلکه بتونن تصاویر بیشتری ثبت و ضبط کنن، اما وقایع خیلی بیشتری نسبت به اون چیزی که انتظار داشتن اون شب ضبط کردن. هیچ کس اصلا متوجه گری نشده بود که با یه کلاه بیسبال سفید و عینک آفتابی کنار تلفن عمومی وایساده. گری منتظر لحظه مناسب شد و بعد یه هفتیر اسنوبنوز 38 میلیمتری که توی چکمش مخفی کرده بود رو در میاره و به جف شلیک میکنه. واقعا هیچ کس تا قبل از شلیک اصلا متوجه گری نشده بود و اونو ندیده بودن. جف روی زمین افتاد و افسرها به سمت گری حمله کردن و محکم گرفتنش و یکی از افسرها هم بلند میگفت چرا گری؟ چرا آخه همچین کاری کردی؟ گری هم جواب داد اگه کسی همین بلا رو سر بچه تو هم می آورد تو هم همین کار رو می کردی. فردای اون روز تو 17 مارس جف دوست به خاطر آسیبی که دیده بود تو بیمارستان جونش رو از دست داد و گری هم به قتل درجه دوم متهم شد. خب این کاملا پرونده واضحی هستش و همه چی توی ویدیو ضبط شده بود. خبر این قتل و انتقام گری پلاوچه به خاطر پسر 10 سالش تو سرتاسر لوئیزیانا و کل کشور پخش شد. تقریبا همه کنار گری وایساده بودن و کاری که انجام داده بود رو تایید می‌کردن و میگفتن که اون کار درستی انجام داده. اما نظر مخالف یه نفر این وسط خیلی عجیب و شوکه کننده بود. جودی همون کسی بود که نظرش مخالف بود، یعنی کسی که انتظار میرفت از همه بیشتر مرگ جف رو بخواد. ولی جودی از این اتفاق و اینکه پدرش همچین کاری کرده خوشحال نبود و گفت که فقط دلش میخواست جف به زندان بیفته. خب جودی 10 ساله ما 100% از اتفاقی که براش افتاده بود ناراحت بود و حسابی آسیب دیده بود، ولی خب دلش نمیخواست که این وسط کسی کشته بشه و حتی بدتر از اون این پدرش باشه که جف رو میکشه. ولی حالا به جای اینکه جف بیفته زندان، این پدر جودی بود که به زندان افتاده بود و جودی از این بابت قطعا بیشتر از قبل ناراحت بود. اما گری زیاد تو زندان نموند و بعد از مدت کوتاهی و بعد از تموم شدن دادگاهش آزاد شد. گری به 7 سال حبس تعلیقی با 5 سال مراقبت و 300 ساعت خدمت به جامعه محکوم شد. یعنی اگه تو مدت 5 سالی که مشخص شده جرمی انجام بده، به مدت 7 سال به زندان میافته. ولی خب تو این مدت گری هیچ جرمی انجام نداد و هیچ وقت به زندان نرفت و اون 300 ساعت خدمات اجتماعی رو هم توی بیمارستان روانی انجام داد و تموم کرد. گری تا پایان عمرش به کسی آسیبی نزد و رابطه خوبی با پسرش برقرار کرد و در آخر هم تو 20 اکتبر 2014 تو سن 68 سالگی از دنیا رفت. جودی هم با همه این اتفاقات به خوبی روبرو شد و از اون به عنوان انرژی و انگیزه برای پیشرفت استفاده کرد. اون بعداً با مدرک روانشناسی از دانشگاه لوئیزیانا فارغ التحصیل شد. بعد از یه مدت به ایالت پنسیلوانیا رفت و به مدت 7 سال اونجا به کسایی که تجربه مشابه خودش داشتن و بهشون تجاوز شده بود مشاوره میداد و حتی یه سری آموزش هم برای جلوگیری از اینجور اتفاقها به مردم یاد میداد. جودی الان هم تو سرتاسر کشور در رابطه با خشونت جنسی و خطرات و آسیب‌های اون سخنرانی میکنه و یه سری راه هم برای کاهش و جلوگیری از این اتفاقها به مردم آموزش میده. جودی حتی یک کتاب هم به اسم وای گری وای یا همون چرا گری چرا در رابطه با اتفاقی که براش افتاده بود با تمام جزئیات نوشت. پرونده گری پلاوچه خیلی مورد بحث قرار گرفته بود چون نمیدونستن که واقعاً چه حکمی باید به گری بدن. از طرفی هم گری خودش رو حق میدونست و میگفت که هر کسی دیگه ای اگه جای اون بود همین کار رو میکرد. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون این کاری که گری کرد قابل توجیه بود و کار درستی انجام داده یا اینکه بهتر بود موضوع رو به دادگاه بسپاره تا به صورت قانونی جف محاکمه بشه؟ البته مطمئنا در اون صورت حکم اعدام برای جف صادر نمیکردن و جف بعد از چند سال راحت از زندان آزاد میشد. اگه بخوام صادقانه بگم من یکی که دلم خنک شد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودید. اگه خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. این کار کمک زیادی بهم میکنه. آرما هستم و تو ویدیوی بعد میبینمتون. Please stay with me.